اینها انسان‌های بی‌حیایی هستن که در کتاباشون یه چیز اومده، در مجالس خصوصیشون مثل این آیت الله کمال حیدری که تو مجلس خصوصی در درس طلاب حوزه‌های علمیشون یه چیزی میگن و رو منابر یه حرف دیگری میزنن، تو شبکه هاشون یه چیز دیگه میگن. یک وضعیتی هست که اگر شما میخواید منافق به تمام معنا منافق رو بشناسید باید یک سری بزنید به حوزه‌های علمی شیعه. حالا من کلیپ‌هایی رو انتخاب کردم از یکی از برنامه‌های اینها در مورد تحریف قرآن، از یکی از آخوندهای صیغه‌زاده شبکه ولایت هست. این رو عزیزانمون در بخش پژوهش و پیگیری فرستاده بودن که من دو تاشو انتخاب کردم. ببینید که چگونه این انسان با منافقت به سوالاتی که مطرح میشه در این برنامه پاسخ میده. اولین کلیپ رو من خدمت شما عزیزان پخش میکنم. احمد آقای گل در لابلای این کلیپ من یک سری تعلیقاتی دارم روش، لطف کنید با صدا تصویر پخش بکنید. روایات تحریف قرآن آمده یا خیر؟ یه بحث فتوا و اعتقاده، یه بحث چیه؟ روایته که در کتب اهل سنت در بخاری و مسلم روایت زیادی هست. باید بررسی کنیم آیا این روایت صحیح هست یا خیر. اینجا دروغ میگه. در بخاری و مسلم هیچ روایتی مبنی بر تحریف قرآن کریم وجود نداره. اینجا با کمال وقاحت داره دروغ میگه که در بخاری و مسلم روایت هایی وجود داره مبنی بر تحریف قرآن. این دروغی است که نمیتونن ثابت بکنن. آنچه که در این کتاب ها وجود داره قضیه نسخ است. و ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر. این قضیه نسخ یکی از حقایقی هست که توسط قرآن کریم ثابت شده و به این معنی است که آیاتی نازل میشد که در برگیرنده یک سری احکام و دساتیری بود که برای یک زمان خاص، مکان خاص و با مرور زمان وقتی که اون نیاز برطرف میشد این آیات رو الله سبحانه و تعالی بر می داشت و آیات دیگری رو نازل میکرد. بعضی از این آیات در مصحف مانده، حکمش به اصطلاح نسخ شده یا از بین رفته و بعضیا حکمش هست خود آیه نسخ شده بنابر حکمتی که الله سبحانه و تعالی میخواسته و بعضیا هم حکمش و هم خود متن آیه از قرآن کریم برداشته شده توسط الله سبحانه و تعالی. اما اینا به خاطری که فرار بکنن از قضیه اعتقاد تحریف قرآن که یکی از اصول اعتقادی مذهبشون است طبق اعتراف آیت الله کمال حیدری، چون اگر بخوان که قضیه تحریف قرآن رو رد بکنن باید امامت رو رد بکنن، چون همون اسناد و مدارکی رو که برای امامت ارائه میدن بالاتر از اون در مورد تحریف قرآن در کتاباشون وجود داره. ادامه کلیپ رو ببینیم. این روایت ها دلالت بر وقوع تحریف دارد بله یا از اونا برداشت اشتباه شده؟ چون خیلی از روایت ها رو بعدا مفصل صحبت میکنیم. میگه هاکذا نزلت، از آسمان که جبرئیل اینا رو فرود می آورد به این صورت بود. اما جبرئیل که همیشه قرآن خالی نمی آورده، قرآن رو با شرحش برای پیغمبر می آورده، قرآن رو به صورت مزجی برای پیغمبر می آورده. اینم دروغ دیگری است که این صیغه‌زاده قمی داره میگه. هرگز اینطوری نبوده. آیه رو با شرحش می آورده. چه دلیلی داری برای این حرف مزخرف خودت؟ یعنی میخواد اینجا از قضیه هاکذا نزلت که در کتاباشون اومده فرار بکنه و دروغ به خورد مردم بده. همه مسلمان ها میشناسن اینها رو الا کسانی که نمیخوان حق رو حقیقت رو قبول بکنن که هاکذا نزلت منظور از این است که قرآن این گونه نازل شده و اینها آیات رو دقیقاً با اون قسمت هایی که حذف شده در کتاباشون آوردن و بعضی از علماشون در این مورد مانند کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب بیش از 2000 روایت در مورد آیاتی که
ثابت میکنه که قرآن تحریف شده رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و روایات رو آورده. این دروغ دیگری است که داره در اینجا میگه که جبرئیل آیات رو با تفسیرش برای پیامبر می آورد. من نمیدونم که بخنده آدم به حال این آخونده یا گریه کنه. پیغمبر فرمود اینش قرآن، اینش هم تفسیرش. بعضی اینا رو با هم دیگه نوشتن. تو روایت میگه آقا مثلا نازل شد که کفى الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. اینطوری نازل شد، اما تو قرآن که اینطور نیستش. اینطور نازل شد با اینکه اینطور قرآن است، اینطور کتاب آسمانی مسلماناست چیه؟ فرق میکنه. و حتی خواهید دید کلمه قرآن حتی بگه تو قرآن هم هست، باز ذلت بر قرآن ما نمیکنه، چون در زمان صدور روایات هم زمان پیغمبر هم زمان ائمه شیعه و بزرگان علمای اهل سنت هم به تورات هم به انجیل هم به زبور هم به کتاب پیغمبر قرآن گفته میشده. مثلا میگه آقا آیه رجم در قرآن هست، در قرآن هست، نه در کتاب پیغمبر ما، فرق میکنه. در قرآن هست. این قرآن بعد نگاه میکنیم که مقصودش چیه؟ مقصودش توراته، چون یهودی‌ها در توراتشون آیه رجم داشتن، ماجراش هم معروفه. پس اینا رو باید ما بیایم دقیقاً ببینیم اونایی هم که از اینا برداشت تحریف کردن آیا واقعا این روایت دلالت بر تحریف میکنه یا خیر. اینجام دروغ میگه با کمال وقاحت، اینجام دروغ میگه، این حرفش کاملا ناصحیح هست. آیه رجم حتی در کتابای خودشون این رو آوردن که قضیه رجم در قرآن ما وجود داشته و این که داره میگه که نمیدونم این در تورات بوده و انجیل بوده و با اونا قرآن میگه، خرابیتی است که از دل خودش درست میکنه برای اینکه مردم رو فریب بدن و آن چیزی که حقیقت هست اون رو برای مردم نگن. و ما بارها گفتیم که اینها حاضرن برای اثبات دروغ‌های خودشون، برای اثبات مذهب باطلشون به هر دروغی، به هر تلبیس و خیانتی دست بزنن. دوستان عزیز این رو نشون بدن. این کافی، این کتاب الکافی در جلد 14 فروعش در صفحه 16 روایت 13665 ابو عبدالله امام جعفر صادق گفته الرجم فی القرآن قول الله عز وجل اذا زنى الشیخ و الشیخة. بعد این رو در اینجا 3 و 4 روایت آورده. هذه العبارة في مصحف الكريم ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال علامة المجلسي في مرآة وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حکمها. علامه مجلسیشون گفته که این آیه جمله آیت هایی است که نسخ شده است تلاوتش ولکن حکمش باقی است. و رویت به عبارات آخر ایضا ولا ای حال فهي مختص بالمحسن منها على طریقة الاصحاب و يتحمل التعمیم کما هو ظاهر. علامه مجلسیشون میگه که بابا این آیه در قرآنه، نسخ شده تلاوتش، حکمش باقی است. و این درازگوش حوزه علمی قم میاد میگه که نه، این قرآن منظور تورات است، انجیل است. من نمیدونم اینو از کجا آورده این، یعنی حرفایی که میزنن همینطوری در کتابی اومده یا اینکه همین 200 نفر مرجعی که تو شبکه ولایت نشستن همین چیزا رو دارن اختراع میکنن. ببینید یکی از اسبابی که اینها سعی میکنن پارازیت پخش بکنن و از پخش شبکه وصال جلوگیری بکنن همینه که ما داریم دروغ ها و خیانت ها و تلبیس ها اینا رو برای مردم آشکار میکنیم. ببینید که با پول ملت، با سرمایه ملت شبکه زدن، 4 تا آخوند جاهل نادان و اینا رو آوردن تو شبکه که چگونه مردم رو فریب بدن. خب بیاید مردانه اقرار بکنید با آن
خزعبلاتی که در کتاب هاتون است، به خاطری که اینجا ساحت علامه مجلسیشون و علامه کلینیشون و بقیه رو مبرا بکنن از قضیه تحریف قرآن و دفاع بکنن در مقابل اهل سنت از این لکه ننگی که عبدالله ابن سبعی یهودی بر پیشانی اینها نهاده، میان چیکار میکنن؟ نه اینطوری نبوده، این قرآن نبوده، این تو تورات بوده و فلان بوده و آیه اینطوری نازل میشده و نصفش تفسیر بوده و نصفش متن بوده. یعنی حاضرن که جبرئیل رو زیر سوال ببرن، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو زیر سوال ببرن، ذات اقدس الهی رو زیر سوال ببرن، اما حاضر نیستن که برای یکی از علماشون کافر بودنش رو قبول بکنن. این رو من بارها گفتم، بازم تاکید میکنم که هر کس در کافر بودن کلینی و مجلسی و کسانی که اعتقاد به تحریف قرآن دارن، از جمله خمینی، به مجرد اینکه شک داشته باشه کافره، چون اینها جزء اعتقاداتشون بوده، صراحتا در کتاباشون آوردن. باز شما کسی بیاد بگه نه والا چطور میشه که آقای کلینی رو ما بگیم که کافره؟ جنایتی رو که کلینی بر علیه اسلام و مسلمین انجام داده، یهود و نصارا انجام ندادن. بعضی اوقات که وقتی علماء اهل سنت میگن که خطر روافض بر اسلام و مسلمین از خطر یهود و نصارا بدتر است، به خاطر همین. اگر یک یهودی، یک نصرانی بیاد 100 کتاب بنویسه بر علیه اسلام، بر علیه تحریف قرآن، بر علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، بر علیه اهل بیت و صحابه، کسی بهش اهمیت نمیده، میگه این که دشمنه، این که مخالفه. اما این بدبخت صیغه زاده‌ای که به نام اسلام در کنار من وای میسته، میگه من مسلمانم، میگه که من به الله اعتقاد دارم، به رسول الله اعتقاد دارم، به قبله‌ای که من نماز میخونم نماز میخونه، بعد میاد کتاب مینویسه که قرآن تحریف شده و 17000 آیت است. به خاطر همین خطر اینها برای اسلام و مسلمین بدتر از خطر یهود و نصاراست. شیعیان عزیز، خطر کلینی و مجلسی و قزوینی و دار و دسته و این آخوندهایی که امروز دارن به نام اهل بیت شما رو دارن فریب میدن، به نام تشیع دارن شما رو فریب میدن، والله خطر اینا بر اسلام و مسلمین از یهود و نصارا بدتره. این رو یقین داشته باشید. کلیپ بعدی رو که از این آقا دوستان گرفتن، این رو با هم میبینیم. بله احمد جان، اگر صدا و تصویر رو. علمای شیعه و سنی کسی اعتقاد به تحریف داشته یا نه؟ و اگر داشته چه مدل تحریفی؟ آیا نقل روایات تحریف به معنی اعتقاد به تحریفه؟ نه. خیلی از الان بخاری روایات تحریف رو نقل کرده، از بخاری میگه من قبول دارم این مضمون رو. دروغ میگه این زندیق، با وقاحت تمام داره دروغ میگه. و اینجا که میگه کسانی که نقل کردن روایت تحریف قرآن رو آیا اعتقاد به تحریف دارند؟ نه ندارند. اینم دروغ داره میگه اینجا. این انسان و امثال این همه این آخوندای اینا بلا استثناء، اونایی که در راه دین رافضه‌گری دارن فعالیت میکنن، همه مثل این وقیح و بی‌حیا هستن. شرم و حیا اصلا در وجود اینا سراغ نمیشه کرد ولو 1%. ببینید میگه بخاری اعتقاد به تحریف داره و تایید کرده روایت رو. خب بگی یکی از این روایات ها رو بیان بکنید. ثانیاً میگه که نه، اون علمای ما که مسائل تحریف رو نقل کردن بهش اعتقاد ندارن، نقل روایات که اعتقاد به روایات نیست. حالا من حرف این انسان وقیح رو قبول بکنم یا حرف علمای خودشون رو، علمای شیعه رو که اعتقاد بر این داشتن که در قضیه تحریف قرآن کریم همه اینها، همه علماشون قائل به تحریف قرآن بودن، بزرگاشون، علمای بزرگشون، اساسات مذهبی اینا. این آقای فیض کاشانی است که این آخوند ابوالقاسمی لنگ کفش فیض کاشانی هم محسوب نمیشه در مذهب شیعه.
برای ما که هر دوتاشون به اندازه کفش هم اهمیت ندارن. در صفحه 34 تفسیر صافی جلد 1 در اینجا یک مطلبی رو میخونیم. شیعای عرب نفاق در بینشون کمتره. روافض فرس یا فارسی یا ایرانی خاصتا اینها نفاق در بینشون بیشتره. حالا به دلایل خاص خودشون، چون ملت با فرهنگ ایران اون خزعبلاتی رو که عبدالله ابن سبع یهودی در کتاب‌های اینها آورده نمیپذیرن. ملت عظیم فارس هیچ وقت در طول تاریخ بدون دلیل، بدون مدرک، بدون سند هیچ حرفی رو قبول نمی کنن. بنابراین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر علم در ثریا هم باشه لناله رجل من فارس. این یک از فضائلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فارسی زبانها ذکر میکنن که اگر علم در ثریا هم باشه، اگر دین در ثریا هم باشه، مردانی از سرزمین فارس به سوی آن خواهند رفت که آن را به دست بیاورند، که منظور از همین ملت‌های فارسی زبانی است که در این منطقه زندگی می‌کنند، یا کسانی که در منطقه‌ای که سابق سرزمین فارس گفته میشد در زمان سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه زندگی می‌کردند. چرا گفتم نفاق آخوندهای فارسی زبان در قم و نجف و اینا بیشتر است از نفاق عرب ها، شیعیان عرب؟ چون اونا همون اصل و چیزی که دارن بشه همون رو اظهار میکنن. اینها به خاطر اینکه در یک تقابل فرهنگی قرار دارن در مقابل ملت ایران یا فارسی زبانان در این منطقه، میان روش رو عوض میکنن. در این کتاب در تفسیر صافی جلد 1 ببینید در اینجا در صفحه 34 میگه که و اما اعتقاد مشایخنا فی ذلک، اعتقاد علماشون در این مسئله ظاهر است. من ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی لعنت الله علیه، انه کان یعتقد التحریف و النقصان فی القرآن. محمد ابن یعقوب کلینی اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشت، لانه روى روایات فی هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. میگه که محمد بن یعقوب کلینی اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشت و روایاتی در این معنی در کتابش الکافی آورده و این روایات رو نقد نکرده. دقیق بشید اینجا، چون میخوام یک چیز دیگر هم خدمتتون نشون بدم. ولم یتعرض للقدح فیها، این روایات رو نقد نکرده، تن وارد نکرده در این روایات. مع انه ذکر فی اول کتاب انه کان یثق بما رواه فیه، در حالی که در اول کتابش آورده بود که آنچه که روایت میکنه این روایت ها رو بهش اعتقاد داره، یعنی یقین داره به این روایات و این روایت های موثوق است در نزد او. و کذالک استاده علی ابن ابراهیم قمی، همچنین استادش علی ابن ابراهیم قمی لعنت الله علیه، فإن تفسیره مملوء منه، تفسیرش مملو هست از این عرفا، و له غلو فی، و در این قضیه تحریف قرآن به حد غلو رسیده. این همون خبیث زندیق حرامزاده است که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت زنا میزنه. و کذالک الشیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی فانه ایضا نسج على منوالهما فی کتاب الاحتجاج. این آقای علی ابن احمد ابن ابی طالب هم در طبرسی هم در کتابش بر همین منوال اعتقاد به تحریف قرآن داشته. این در صفحه 34 تفسیر صافی. آقایون قوم در ایران اومدن این کتاب رو چیکار کردن؟ این کتاب رو اومدن در ایران ترجمه کردن به فارسی. این کتاب رو ترجمه کردن به فارسی. این تفسیر صافی است، همون تفسیر صافی که خدمتتون نشون دادم جلد اولش، فیض کاشانی عبدالرحیم بخشایشین رو آورده ترجمه کرده. در صفحه 76 در مورد همونجا که گفته بود اعتقاد مشایخنا، اینجا ترجمه کرده اعتقاد مشایخ ما. اما اعتقاد مشایخ موافق تحریف ما در این باره به ترتیبی است که ذکر می شود. نظر شیخ کلینی، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی به وجود تحریف و نقصان باور دارد، چون روایاتی را در این باره در کتاب خود کافی نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است.
ببینید این منافقین رو چگونه تحریف میکنن، چگونه کتاب خودشون رو تحریف میکنن. کسانی که به کتاب الله رحم نکردن به کتاب خودشون رحم میکنن. فیض کاشانی میگه که اعتقاد به تحریف ولم یتعرض لقدح فیها، یعنی به این روایاتی که در اون تحریف قرآن ذکر شده بود نقد نکرده این روایات رو. اینجا در ترجمه همون کتاب به فارسی گفته و به نقد آنها پرداخته است. ببینید این یکی از خیانت‌های نظام آخوندیزم ایران. بعد میگه که اما چیز کلینی قمی استاد او مرحوم علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نیست که تفسیرش مملو از این قبایل مسائل تحریف و نقصان است و تا حدودی در این باب غلو و مبالغه داشته. یعنی در اونجا در نص عربی دیدید که بود که ولهو غلو فی، یعنی آقای قمی غلو داره در این مسئله، اما در اینجا در ترجمه فارسی میگه که و تا حدودی هم در این باب غلو و مبالغه دارد. بعد اینجا داخل پرانتز بر این عقیده است. این و روایات آقای قمی رو در تفسیرش بنابر اعتراف قزوینی همه رو 100% صحیح میدانه آقای خویی. من نمیدونم این چی دین و مذهبی است که گاهی یک حرفی میزنن و گاهی حرف دیگری. ادامه مطلب رو ببینید. بخاری خودش میگه اینا رو قبول دارم، اما خیلی از مؤلفین کتاباشون نقل روایت‌ها رو نقل کردن قبولم نداشتن. کنز الاموال حالا نقل کرده، دلیل نمیشه قبول داشته باشه. پس نقل روایات رو به معنی اعتقاد به تحریف نباید گرفت. دوم، آیا اعتقاد به تحریف از نوع کفرآور یعنی تحریف به زیاده داشتن یا نه اعتقاد به نقیصه بوده؟ سوم، سلمنا اصلا بعضی اعتقاد به تحریف داشته باشن، اعتقاد بعضی هم کفرآور باشه، بعد این اعتقاد پای همه نوشت؟ خب ما که همچین اعتقاد نداریم. غالبش یعنی حالا خواهیم آورد هم کلیپ داریم هم کتاب که غالبش یعنی اعتراف کردند، غالبش یعنی چنین اعتقادی نداره. آقایون دینشون رو نمیدونم از کجا میگیرن، از طویله مقام عظما میگیرن، از حوزه علمی قم میگیرن، از استبل نجف میگیرن، از کجا میگیرن؟ من موندم که اینا دینشون از کجا میگیرن. اگر تو دینت رو، تو کی هستی؟ من میخوام از این آقا بپرسم تو کی هستی که میخوای بگی که من اعتقاد به این مسئله ندارم، ما اعتقاد، تو به نمایندگی از کی داری صحبت میکنی؟ یعنی بزرگان دین تو اینو گفتن، به این مسئله اعتقاد دارن، تو کی باشی که بگی که والا ما اعتقاد نداریم؟ اگر کلینی به این مسئله اعتقاد داره کافره، چطور تو دین تو از یک کافر میگیری؟ اگر مجلسی به این قضیه اعتقاد داره که داره، تو چطور دین تو از مجلسی میگیری؟ دین تو از یک کافر میگیری؟ پس همه اعتقاداتی که از امامت گرفته تا عصمت و غیره داری همه را از یک کافر گرفتی. چه دین مسخره‌ایه؟ این چه تناقضیه که شما دارید؟ این بود نمونه ای از اعتقادات اینا در باب تحریف قرآن کریم که خدمت شما عزیزان نشون دادم و در این مورد زیاد دارن. کلیپ من تو یک برنامه یعنی 12 تا کلیپ از ایشون دوستان گرفته بودن که من این دوتا رو برای برنامه امشب خدمتتون پخش کردم و انشاءالله در برنامه‌های بعدی مطالب بیشتری رو در این مورد خدمتتون ارائه خواهیم داد.